السلام علیکم و رحمت الله هموطنان عزیز و ارجمند. در برنامه خبری تحلیلی پیام نیوز شوکت محمد با شما هستم. اینک توجه کنید به نامگوی موضوعهایی که در برنامه امروزه پیشکش شما می گردد. جشن و غمزه و مارشировка هنگام وبای کرونا ویروس در تاجیکستان. پیمان ملی تاجیکستان سوءقصد به جان یعقوبوف را تحریزی شده عنوان کرد. رئیس نوی پارلمان تاجیکستان انیق شد. اکثر کشورهای منطقه و حتی جهان به خاطر پیشگیری از شیوع کرونا ویروس یا کووید 19 تمام مکتب و مدارس، دانشگاه ها و حتی کودکستان هایشان را تعطیل کرده اند. مرکزهای تجارتی، بازارها، طربخانه و سینما همه بسته اند. تنها در تاجیکستان نه مکاتب تعطیلند و نه بازار و جایهای جمعیتی دیگر. فقط مسجد درش بسته شده است. واقعا تعجب آور است که مقامات کشور هنوز 2 هفته قبل با بهانه پیشگیری از پهنشوی ویروس در این مسجدها را بسته بودند، اما تا حال نه تنها مکتب و مدارس بلکه کلوب‌های شبانه و سینماها و مکان‌های تفریحی هم کرانتین نشده اند. حداقل چرا مکتب و دانشگاه‌ها تعطیل نمی‌شوند تا اقلاً نسل نورس از این بیماری فراگیر و کشنده حمایت شود؟ با در نظر داشت مناسبت مقامات تاجیکستان به معارف میتوان بدون استحاله گفت که این هیچ بستگی به معارف دوستداری حکومت ندارد. معارف کشتر از این حکومت امروزه ما کسی ندیده است. سبب به نظر ما یک چیز است. اگر مکتب و دانشگاه ها تعطیل شوند، باید دیگر جایهای جمعیتی و مکانهای تفریحی هم بسته شوند. در این صورت جمعشوی زیاد مردم هم باید منع گردد و همه این به یک نتیجه می رساند: جشن نوروز باید لغو شود. اما لغو جشن نوروز ساده نیست. در آن باید پیشوا حضور پیدا کند، برقصد و تعظیم هزاران نفر به خودش را تماشا کند و لذت برد. برای رهبری که یک کشور را به نابودی رسانیده است، هیچ موفقیت در هیچ ساحه ندارد، در محفل‌های سیاسی جهان راه ندارد، در جهان به حیث یک دیکتاتور و مردم آزار شناخته شده است، تنها همین یک دلخوشی باقی مانده است: سجده مردم نزد پایش. سالهاست که امام علی رحمان به بیماری ستاره‌ای، یعنی گفت روزها زویازن بلزم گرفتار است. از تعظیم ها، شعر سرود در وصفش، کفکوبی ها و تملق ها لذت میبرد. این تملق و تعظیم ها برایش مثل مخدرات است و او معتاد. چند نواری که تازه به دست پیام رسید نشان میدهند که آمادگی به جشن نوروز در شهر خوجند که جشن اساسی کشور با حضوری پیشوا آنجا برگزار میگردد جریان دارد. با ازدحام بزرگ و بدون رعایت قاعده های بیخطری طبی. مرحمت، خودتان ببینید. خدا نکند که یکی از اشتراکچیان این ازدحام ها گرفتار ویروس کرونا باشد. وگرنه تا پیشوا دازه مخدراتش را در 21 مارس میگیرد که هزاران نفر را مبتلا به کرونا ویروس میکند.
مقامات حاضرند برای دلخوشی لحظه‌ینه پیشوایشان جان هزاران نفر را در خطر گذارند. اصلا این تجربه نو نیست. در مارشروفکا ها که تنی یک کرته اطلس در زمستان قهرتون و آفتاب سوزان تابستان دختران نورس را نگاه می‌دارند، الکی 10 ها قربانی گرفتند. رادیوی پیام در حال جمع آوری اسمای قربان شده هاست و به زودی آن را نشر خواهد کرد. حالا باشد تعجب آورش این است که والدان، پدر و مادران به کجا نگاه میکنند؟ به کجا؟ مقامدارها که در غم کرسی خودند و برای این کرسی های نرم و گرمشان حاضرند حتی از مقدساتشان بگذرند، ولی والدان این هزارها نورس و جوان این فرزندان زیبایشان را مگر از کوچه یافتند که پروای از ویروس کشنده ندارند؟ تماشابینان گرامی، هموطنان ارجمند، برایتان بگویم که وضعیت تا این حد ساده نیست که شما فرزندان خود را به تجمع مردم اجازه دهید. امروز از منبع معتمد به ما خبر رسید که نتیجه تشخیص 6 نفری برگشتگان از چین که در کرانتین نگاهداری می شوند مثبت برآمده، اما مقامات آن را پنهان می دارند. سبب پنهانکاری مقامات جشن نوروز تخمین زده می شود. جشن نوروز. 2 نفر این مبتلایان شهروندان چین بوده، 4 نفر دیگر شهروندان تاجیکستان گفته می شود. طبق اطلاع منبعی که این خبر را به ما داد، یکی از چینی های مبتلا به کرونا ویروس رهبری نمایندگی شرکت هواوی در تاجیکستان بوده است. همه گرفتاران در بیمارخانه زیر طبابت قرار دارند و اطلاع درباره سرایت شدگان دیگر وجود ندارد. مقامات تاجیکستان تصمیم گرفتند تا انجام جشن نوروز خبر را رسانه‌ای نکنند و کسی از این خبر نیابد. این دهشت است. ای مردم، این دهشت است. در همین حال برآمدن به جایهای سیرادم، شرکت در مارشروفکا و جشنگاه ها این خودکشی است. این بی‌پروایی نه به جان 1 نفر و 2 نفر بلکه به جان هزارها تهدید می کند. ای هموطنان، چرا وقتی مقامات فرزندان شما را در این حالت مدهش برای رفتن به مارشروفکا جلب می کند شما مهر به دهان زده اید؟ این بی‌پروایی شما به گونه دیگر گوییم قاتلی است. قاتلی فرزندان دوسترویک خود. شما لطه به لطه خون جگر شده فرزند کلان کردید تا که 2-3 بیخرد و ابله به خاطر منصب فرزندان شما را قربان کند. آخر اگر شما امروز می ترسید که فرزندان دانشجویی شما را به خاطر نرفتن به مارشروفکا از دانشگاه خارج می کنند، وقتی به وبا گرفتار شده فوتید چی می کنید؟ از فرزند دانشجویتان نام و نشانی نمیماند. مراجعت دیگری من به شورای علما: شرمتان باد. شما لختک های بیزبان و سرخم وقتی درهای مسجد برای نماز جماعت بسته شد گفتید مقامات کار درست میکند و باید برای پیشگیری کرونا ویروس نماز جماعت خوانده نشود. چند نفر دامولای بیناموس هم برآمد با آیات و حدیث این را دستگیری کرد. اکنون چرا خاموشید؟ اکنون چرا نمیگویید که مارشروفکا و تجمع مردم هم باید به خاطر پیشگیری کرونا ویروس لغو شود؟ شما رنگ کاهنان معبد آمون فقط از دین منفعت میجویید و دین را به تجارت تبدیل داده اید. چرا اقلا در این حالت مدهش در پهلوی مردم نیستید؟ این چه بی‌ناموسی؟ مراجعت دیگری من به ضیائیان و روشنفکران و آزاداندیشان:
شما چرا خاموشید؟ شما چرا مهر به لب زده اید؟ چرا نمیگویید که ای مردم، این حالت مدهش است، این حالت نگران کننده است؟ و چرا به مردم مراجعت نمی کنید؟ به مردم نمیفهمونید که در این شب و روز تجمع مردم، در این شب و روز گرد هم آمدن، مشرف رفتن ها، این خودکشی است. چرا شما خاموشید؟ همچون یک نفر همین ملت، همچون نفری که صدها پیوندانم را خطر مرگ، خطر وبا، خطر کرونا ویروس تهدید میکند، مراجعتم این است که وضعیت امروزه مسئله مرگ و زندگی است. ای مردم، یک جسارتی کنید، فرزندان خود را از رفتن به موضع‌هایی که در آنجا ازدحام مردم است باز دارید. خصوصا از رفتن به مشرفگاه‌ها، ایدگرتک و جمشوی ها باید همگان خودداری کنیم تا از پی یک مشرفگاهی و رقص و بازی یک روزه ماه و سالها عزادار نشویم. الله را پناه. اکنون چند خبر و رویدادها از رسانه‌های دیگر را همکارم عایشه گزارش می‌دهد. پیمان ملی تاجیکستان با پخش بیانیه حمله به عضو شورای این پیمان را سوءقصدی از پیش تحریزی شده نامیده آن را شدیداً محکوم کرده است. پیمان ملی تاجیکستان از مقامات لیتوا خواسته است تمام جنبه‌های این قضیه را موشکافانه بررسی کرده حقیقت حال را روشن نماید و نگذارند که جنایتکاران بجزا مانند. همچنین پیمان ملی از کشورهای اروپایی درخواست کرده است که برای پیشگیری از تکرار چنین حالت‌ها چاره‌های ضروری را در نظر بگیرند. متن بیانیه پیمان ملی تاجیکستان چنین است: پیمان ملی تاجیکستان حمله به ایلهامجان یعقوبوف عضو این ائتلاف و رئیس اسوسیاسیون مهاجران آسیای مرکزی را که صبح 16 مارس 2020 در شهر کاوناسی کشور لیتوا به وقوع پیوست شدیداً محکوم نموده آن را یک سوءقصدی از پیش تحریزی شده می‌داند. پیشتر از این برخی گروه‌های مخالفین درباره احتمال حمله و فعالیت سیاسی و خبرنگاران هشدار داده بودند که این قضیه ثابت می‌کند نگرانی آنها بی‌جا نبوده است. از طرف دیگر ما در گذشته نیز شاهد لطوکوب، سوءقصد و کشتار مخالفان تاجیک بودیم و این حادثه نشان می‌دهد که این روند هنوز هم ادامه دارد و این نگرانی ما را بیشتر می‌کند. بنابراین از مقامات کشور لیتوا تقاضا داریم که تمام جنبه‌های این قضیه را موشکافانه بررسی کرده حقیقت آن را روشن نماید و نگذارند که جنایتکاران بجزا مانند. همچنین از کشورهای اروپایی درخواست می‌کنیم که برای پیشگیری از تکرار چنین حالت‌ها چاره‌های ضروری را در نظر بگیرند. پیمان ملی تاجیکستان. دادگاه یا سود کنستیتوسیونی روسیه تغییر قانون اساسی را تصدیق کرد که شرکت ولادیمیر پوتین را در انتخابات سال 2024 امکان پذیر می‌گرداند. این پیشنهاد پارلمان روسیه است که خود پرزیدنت پوتین نیز از آن حمایت نمود، اما شرط گذاشت که سود کنستیتوسیونی آن را تصدیق نماید. تغییر قانون اساسی امکان می‌دهد که پوتین با وجود به پایان رسیدن همه مهلت‌های قانونی ریاستش پس از 2024 باز 16 سال دیگر در سر حاکمیت باقی ماند. اعلان دادگاه 16 مارس 3 روز پس از تصدیق این تغییر بحث برانگیز از طرف همه منطقه‌های روسیه صدا داد. مهلت قانونی پوتین مهلت دوم 6 ساله اوست که باید سال 2014 به اتمام رسد. قاعده‌های پیشینه او را از تکرارا نامزد شدنش در انتخابات پرزیدنتی محروم می‌کردند و تغییر قانون اساسی این محدودیت‌ها را از بین می‌برد. در پی قبول تغییرات نو در برخی مناطق روسیه نمایش‌های اعتراضی برپا شده است. بیش از 120 فعال حقوق، سیاستمداران، حقوقشناسان و متخصصان ساحه‌های قانونی کنستیتوسیونی در نامه به شورای اروپا خواستند که این نهاد خلاصه‌های خود را درباره قانون نو بگوید و این قانون را خلاف با معیارهای حقوقی نامیدند. برخی فعالان مخالفین از مردم روسیه دعوت کردند که در رأیگیری روز 22 اپریل تغییرات به کنستیتوسیون را رد کنند.
собиқ муовини сарвазири тоҷикистон маҳмад тоҳир зокирзода раиси нави маҷлиси намояндагони тоҷикистон интихоб шуд ва ҳамакнун тӯли 5 соли оянда ин маҷлисро роҳбарӣ хоҳад кард. дар ин бора як манбаи Спутник Тоҷикистон аз маҷлиси намояндагон гуфт: дар ҷаласаи навбатии палатаи поёнии парлумони кишвар ки имрӯз доир гашт, маҳмад тоҳир зокирзода намояндаи ҳизби халқи демократии тоҷикистон раиси нави маҷлиси намояндагони тоҷикистон интихоб гардид. ном бурда гуфт ҳамчунин имрӯз ба ҳайси муовини раиси маҳмадалӣ ватанзода, қодир қосим ва дилрабо мансурӣ интихоб гардидаанд. курсии роҳбарии маҷлиси намояндагони тоҷикистонро тӯли 5 соли гузашта дар ихтиёри Шукурҷон Зуҳуров буд. зокирзода дар интихоботи парлумонии рӯзи 1 март аз ҳавзаи интихоботии Рашт ба парлумон роҳ ёфт. маҳмад тоҳир зокирзода пештар дар мақоми муовини нахуст-вазир буд ва қабл аз он дар мақоми раиси кумитаи давлатии идораи замин ва геодезӣ кор мекард. палатаи поёнии парлумони тоҷикистон ки иборат аз 63 курсӣ аст, санаи 1 март барои соҳиб шудан ба ин курсиҳо 230 номзад вориди рақобатҳои интихоботӣ шуда буданд. ин буд шарҳи хабарҳо то ин дам. барномаҳои дигари моро дар шабакаҳои иҷтимоӣ ва пойгоҳи payom.net лутфан пайгирӣ кунед. бо умеди дидор дар рӯзи дигар. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ. رادیوی پیام در فضای سیاست صدای جدید. رادیوی پیام علم، فرهنگ، نوید. رادیوی پیام مشورت، بحث، گفت و شنید. در تمام دنیا روی رسانه اینترنتی رادیو پیام نقطه نت.